آقا دزدی که شاخ و دم نداره، از دیوار مردم بری بالا ولی این نونا رو نبری سر سفره بدی به زن و بچت بخورن. این بنده خدا خانم هم از کنارم نشسته. خانم ماشین تو چی بود؟ ماشینم دود کرد. بعد من دیدم زیرش پر روغنه. هول شدم از تو گوگل یه شماره برداشتم، زنگ زدم امداد خودرو اومد. وقتی که رفتیم اونجا گفتن 40-50 میلیون هزینته. خب حالا ببین داستان چیه. ببین این ماشین دود کرده. ببین تا این بنده خدا به خودش بیاد سرسیلندو باز کردن. نگاه کن دوستان. بابا نونه کثیف این نونا به خدا. ببین سرسیلندو باز کرده، شستتش، گفته ماشین یا تاقان زده باید تعمیر اساسی بشه. حالا بیا اینجا ببین داستان چی بوده. این فیلتر روغن، خب نگاه کن، من قبل بازش کردم. ببین اورینگش ترکیده، خب روغن از اینجا ریخته رفته پایین. ببین ریخته روی اگزوز، ماشین دود کرده. یعنی فقط به خاطر یه دونه اورینگ 50 میلیون میخواسته از این بنده خدا بگیره.